کوهسار رو داریم از تهران. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز. ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم و منتظریم نظر شما رو بشنویم در مورد سوژه امروزمون. منم سلام میگم. منم خوشحالم که تو برنامه شما هستم. برنامه خوبی و بسیار متعادل و منطقیتون. به مخاطبین و مهمانتونم سلام میگم. من یه سوال اول از آقای جاودانفر دارم که ایشون چقدر به مسائل هسته‌ای اشراف دارن وقتی میگن ایران داره تحقیقاتشو به طرف ساختن بمب ادامه میده. ساختن بمب با غنیسازی رو که خود دانشمندا و کارشناسان نظرشون اینه که ایران به اندازه کافی بر اون مسلط شده که حالا غنیسازی رو بالاتر ببره یا حجمش رو زیاد کنه اگه توافقی صورت نگیره. ساختن بمب مثلا یه مسیر دیگه ایه، زیاد ربطی به غنیسازی نداره. غنیسازی از یه حدی که بگذره مگر بگن اون پروژه آب سنگین که خب باز اونم یه لاین جداییه که میتونست به مسیر بمب بره که الان متوقف شده. و قطعا ایران اگه زمانی هم اگر تصور این بود آخر جنگ بعد از اینکه ما قربانی شیمیایی داشتیم شاید به عنوان یه چیز بازدارنده این فکر تو ذهن برخی از مسئولین، حتی ما که به عنوان کارشناس باشون بودیم، بود سلاحی که میتونه بازدارنده باشه سلاح شیمیایی نیست، چون سلاح شیمیایی خیلی راحته که سران یک کشور متقاسم بیان خودشون ایمن کنن و مردم قربانی بشن، ولی سلاح هسته‌ای این چیزو نداره. ولی این اصلا گذشت، اون مرحله رو ایران پشت سر گذاشت. من تقریبا با قاطعیت میتونم بگم تو سالهای اخیر حتی به این فکرم نکردن که به طرف ساخت بمب هسته‌ای برن. و این کارشناسایی که حتی اونایی که این نظر رو دادن من فکر میکنم با نظر مثبت به ایران اینو ندادن. این یه واقعیتی بوده که میخواستن برای روشن شدن ذهن دیگران این رو بیان کنن. ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون